یک کس هیچ متوجه خود نمی شود چقدر تغییر کرده تا که وقت تغییر شود. سلام به همه شاگردای عزیز. ازتان پرسان کنم کتاب نو علاقه‌مندی دارید. و از مجموعه ترجمان مکتب خود ما است. از او خاطر برای آغاز سمستر جدید انتخاب کردیم. فکر سابق را که میکنم متوجه میشم که زمان بدون از مسئولیت خوشی، زمان مکتبم در زندگی من به پایان رسیده. اعلان د شپږم صنف نه پورته کاتب د فعالیت اجازت نه لري. امریکایان مکتب ته راوستلي کفري او یهودي کتابونه لولي. مکتب رو بند کردن. تمام مکتب دختران رو بند کردن. چی خواهد کردین وقت شما مظلوم شوین؟ ناگهان همه ما را در تاریکی پرتاب کردند. یگان وقت فکر میکنم خداوند مرا امتحان میکنند. مگر به نظر من در آخر هیچ کس علاقه‌مند خواندن فکرهای یک 13 ساله نخواهد بود. فکر میکنیم ما مکتب پس خود بریم؟ روزای مکتب رفتن ما خلاص شد. برای ما واضح شده کسی ما را آزاد نمیکنه. امریکایی خود بیاین؟ امریکایی ها آمدن و پس رفتن. در قصه ما نیستن. ما از پیششان میریم. خواندن کتاب مثل امید است به من. مردم عادی نمیفهمند. این کتاب معنی میده بر کسایی که در خانه قید میباشند. این گپا رو گفته بود در کتاب چه کنید؟ به هر حال بازم ترجمهتون با دوستایم باشم. اما اگر بیادرم و دیگه دخترها را اینجا بیاره مثل که هر صبح پدرت تو را میاره بر کتاب خواندن تا ذهن ما و فکر ما زنده بانه تا امریکا بریم. شما برین امریکا، من این زندگی با تقاضای زمان میکنم. اعلان پارتا خزی دستو اجازه نداری. اعلان د نن نه بعد خزی دفترونو ته د راتګ اجازت نه لري. خزی د موټرواني اجازت نه لري. بالاخره من متوجه شدم که باید کارخانگی مکتب نکنم تا جاهل نمانم و زندگی من ادامه بدم. و میخوایم یک ژورنالیست شوم. ما میخوایم یک ژورنالیست شوم پیش از اینکه پدرم مرا به یک شوهر بده. سارا میفهمم که من میتونم بنویسم. چند قصه هایم خوب است. تشریح ما درباره بالاخانه خنده‌دار است. خاطرات زیادم پر از رنگ و زندگی است. مگه معلوم نیست واقعا استعداد دارم یا نه. من فکر میکنم استعداد دارم. ما فکر میکنم. ما همچنان.
اعلان اعلان د نن نه پس هیڅ ښځه بغیر د محرم نه بیرون د وتلو اجازه نه لري. آنا فرانک، مخفیگاه، روزنوشت، خاطرات، یک دوشه جوان مرد. سایرا چی گپ است؟ ما امریکا میریم فرزانه، ویزای ما آمدن. چی؟ سایرا من میخواستم برام. ما باید بریم فرزانه به زودی. طالبان هم پدر ما در لیست انداختن. به موتر بشی سایرا، یک ما زود حرکت کنیم. باید چیزایی که در قلبم است ما به یک نفر بگویم. یک دوست میخوایم که برام راه را نشان بده. خیر است فرزانه جان. اعلان اعلان د شپږم صنف نه پورته کورسونه او شخصي مکاتب د فعالیت اجازت نه لري. اعلان اعلان د ښځې باید د کور نه بیرون ونه وځي ځکه چې عسکر د هغوی د عزت کولو وړتیا نه لري. معلوم میشه که ما بسیار کلان شدیم. مثل که خودمختار شده باشیم. خودمختار؟ خودمختار معنی داره که زندگی بدون اسکارف، بدون چادری و بدون طالبان. فکر میکنم به امروز بس است. یادتان باشه که صبح یک متن را از کتابچه خاطرات خودتان باید به من شریک کنید. چشم برای هستم که شما چی ناشته کرده باشید. خداحافظ. بله؟ سلام. فرزانه جان مستم. سارا؟ فرزانه نه خبر، نه اول. چی فکر میکنی؟ چی حق داری که به من زنگ میزنی؟ در یک پانتون ثبت نامت کردیم و اونا بالاخره تو را قبول کردن. میشنوی؟ چی؟ در یک پانتونی واقعی ویزیت هم اسپانسر میکنه. امریکا خوشت خواهد آمد. دخترها چی خواهد شد که در اینجا هستن؟ اونا را چیزی نمیشن، ولی یالی باید رم خدا بخورید. ما دیگه باید برم. خوب صحیح گوش کن. مامایم امروز بعد از چاشت میآید کتی کلی مدارک کرد و در روز دوشنبه میبرید پاکستان. استاد مدینه بسیار دق شدیم. پارک رفتن بسیار یادم میآید و میخوایم بازار برم. اما در این روزا من بسیار مصروف میشم به خاطر پدرم مرا به یک شوهر میده. یک شوهر؟ بله. مبارک باشه لیلا جان. مبارک. سلام علیکم. خوش شدیم برای شما. فرزانه جان. زنده باشین. ببخشی
باید درباره نامزدیم برات از اول میگفتم. نوشته کردن ایده کتابچه خاطراتم برام آسان‌تر بود. امروز روز آخر من است دیجا. بابایم مرا در بدل $4000 با یک طالب فروخته. خوش است یک روز دیگه هم همراهت باشم دیجا. متوجه باش پردانه جان. تو همچنان. در این هرج و مرج، غم، قتل و قتال هیچ امکان ندارم از زندگی خود را جور کنم. من غم میلیون ها را درک میکنم، ولی باز هم طرف آسمان میبینم، میفهمم این روز میگذره، زمان تغییر میکنه، این ظلم و جبر پایان میشه. ولی در وقت فعلی باید به آرمانهایم بپیوندم تا وقت بیاید آنها را به حقیقت تبدیل کنم. میتونی چادری تا بالا کنی؟ اینجا آزاد هستی. چقدر خوب است یک انسان هیچ احتیاج زمان نیست تا دست به بهبود این جهان شود. عادل پاچا د زړه تانا کوټه خپل او ګستنې ورولې ځینې خپلو کې سره خوړلي او وژلي ځینې معلومات شته.